ما مدت تقریبا 25 سال میشه از خدمات کتابخانه ما که ما کتابخانه ایجاد کردیم و بنیانگذار و مؤسس کتابخانه خودم هستم. به تعداد بسیار رقم هست، به تعداد حدودا 10,000 رقم کتاب، بیشتر از 10,000 رقم کتاب داریم و بیشتر از 25 بخش مطالعوی داریم که بخش‌های مختلف هستند. علاقمندی جوان‌ها همشان امی علاقمندی یک آرمان آرزویشان همی هستند که باید در کتابخانه باشند و کتاب مطالعه کنند. یکی زمینش در افغانستان چقدر مساعد است و یا فعلا وضعیت و حالت اقتصادی مردم در کدام وضعیت هستند، این فرق میکنه. جوان‌ها در مجموع علاقمند هستند و ما هم کوشش میکنیم به خاطر ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و به خاطر تشویق جوانان در این عرصه که با کتاب و مطالعه آشنا شوند و وقت خود با کتاب سپری کنند. پیام ما به جوان‌ها از اول امی شعار ماست، امی برنامه ماست، یک هدف ماست که فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه ما مروج شود، ترویج پیدا کنه. الحمدلله افغانستان یک کشوری است که در بخش علم و فرهنگ زیادتر انکشافات نداشته، خب بیشتر معلمین، متعلمین، استادان مکاتب، دارالعلوم در بخش کتاب و کتاب فروشی و علم و فرهنگی گپا کار میکنن و الحمدلله مشتاقانی هستند که در بخش کتاب و فرهنگ و کتابخوانی و گپا میاین از پیش ما کتاب میگیرن. خب قدر که تقاضامندی در جامعه احساس میشه که کشورهای همسایه چقدر پیشرفت‌های کم نظیر و بی‌نظیر داشتن، افغانستان هم انشالله که امید است بهترتر شود. اینجا خب کتاب‌های عامه است، مثل یک کتابخانه عامه است، انواع متفاوت کتاب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، دینی، فرهنگی است. خود چون که الحمدلله فعلا نظام امارت اسلامی است و در کل یک نظام اسلامی است و در ضمن کتاب‌های متفاوت اسلامی فعلا به مراتب زیادتر فروخته میشه. کتاب‌های دینی متفاوت در بخش تفاسیر، علوم دینی در بخش فقه و قانونی موضوعات و در بخش کتاب‌های مدرسه فعلا فروش زیاد داره و در بخش کتاب‌های پانتون زیادتر فروشات است. می خواسته داریم که در بخش کتاب و کتابخانه و فرهنگ مطالعه زیادتر از طریق میدیا، زیادتر از طریق عامفهم مردم، زیادتر از طریق فرهنگا بیشتر کار بکنه. دیگه کوشش به این شود که مثلا پروگرام‌های متفاوت کتابخوانی، نمایشگاه متفاوت در سطح ولایت، در سطح ولسوالی‌ها، در سطح مکاتب، چون که افغانستان ما یک کشوری است که از لحاظ فرهنگی در 20 سال تهاجم فرهنگی بیشتر شده. از مجموعه کتاب‌های فرهنگی متفاوت، از مجموعه کتاب‌های دینی متفاوت، از مجموعه نمایشگاه‌های متفاوت که در سطح افغانستان، در سطح ولایت‌ها و ولسوالی‌ها بیشتر ادغام شده، جور شد، ترتیب شد. این به مراتب بهترتر است که به فرهنگ و مطالعه و امثال از او کتاب و کتابت و کتاب فروشی همکاری میشه. همین یک تقاضای کوچک من است، یک نماینده از کتاب فروشی یا مدیر یک بخشی از کتابخانه همکاری بکنن، این به مراتب خوبتر است. اینجا از کتاب‌های عامه است، کتاب‌های زیاد داریم، بخش‌های تفاسیر، بخش حقوق است، بخش انجینری است، طبی است، بسیار کتاب‌های عامه است، بیشتر کتاب‌ها هستند. ما جوانان خواهش میکنیم تا فیسبوک یا اینترنت که استفاده میکنن تا او را استفاده نکنن، میره بیان کتاب مطالعه کنن و سطح دانششان خوب است، علمشان بالا میره. از فیسبوک کده همین کتاب مطالعه کنن خوبه. بهترین دوست در این وقت کتاب است. اینجا اتاقای متفاوت مطالعه است که معلمین میتونن استفاده بکنن و کتابخانه بالایش که ما شما دیدیم، اگر شما هم تو پیشترتر بریم این کتاب‌های متفاوتی که اینجا قرار داره مختص استفاده معلمین هستند و در ضمن معلمین از استفاده میکنن، متعلمین، کسای کانکوری هستند ازش استفاده میکنن، نه در جریان روز نه فول تایم. یعنی از اینجا میان کتاب‌های متفاوتی که ما در بالا اونجا دیدیم مختص معلمین بودن، در اینجا میان مطالعه میکنن. یعنی اونجا که بودن کتاب فروشی بود و اینجا مرکز تحقیقات یا مطالعه کتابخانه الهام عهدی است که مدغم میشه به او. و اینجا ما اکادمی علمی هم داریم که اکادمی علمی برای معلمین، متعلمین، کسایی که در پروگرام‌های متفاوت درسی خود مشکلات دارن از اونجا استفاده میکنن.